چنین ساختمان‌ها سالهای اخیر در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان زیاد شدند. بنیاد منزل‌های نو از یک طرف خوشحال کننده باشد، از سوی دیگر مسئله بی‌خطری آنها را به میان آورده است، به خصوص بعد از زمین لرزه سخت در ترکیه و سوریه که صدها منزل را خراب و هزارها کس را کشت. مسئولین کمیته ساختمان و معماری گفتند بناهای نو را در 3 شهر تاجیکستان سنجیدند. رئیس کمیته گفت 26 بنا در خوجند، 36 عدد در باختر و 10 ساختمان دیگر را در دوشنبه از سنجش گذراندند. معین کردیم که در حقیقت اون انشاءاتی که ساخته شدند از جهت خلاصه اکسپرتیز دولتی گذرانده شده مستحکم هستند و با زلزله تاباوری قناعت بخش هستند. لیکن متاسفانه از طرف بعضی تشکیلات‌هایی که روز که نمیخوام به عزت نفس کسی رسم، بعضی کمبودی‌ها در راه دادند. شاید که نظارت مؤلفی از طرف این تشکیلات‌های ساختمانی گذرانده نشده است. چون که این کمبودی‌هایی که هستند همش اصلاح شونده هستند. لیکن اگر سر وقت امور اصلاح می‌کردند و تا به آخر انجام می‌دادند، ما با دیدن کمیسیه خیلی خوشنود میشیم. بحث تاب‌آوری ساختمان‌ها به زمین لرزه بعد این حادثه در ترکیه و سوریه داغ شد. روز 6 فوریه صدها بنا در این دو کشور بر اثر زمین لرزه فرو ریختند. بیش از 50,000 کس زیر خرابه‌ها جان دادند. تاجیکستان در یک از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر است. همه ساله در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، منزل ساکنان ویران می شود. از جمله در 2 زمین لرزه ماه مارس 10 منزل در ولایت سوغد و منطقه رشت آسیب دید. متخصصان احتمال تکرار حوادث ترکیه در تاجیکستان را خیلی کم می دانند. معلوماتی که زمینجویی در حدود تاجیکستان رو داده بودند، معلومات در برای دوره 2000 سال زیاد داره معلومات. برای همین ما گفتیم که این خیلی واقعی که در ترکیه رخ داده بودن در تاجیکستان نمیتونن رخ دادن. این خیلی زمینجویی شدیدی که در ترکیه و عمل آمده بود، همین خیلی حادثه در تاجیکستان امکانیتش تمام نیست. این متخصص تاجیک توصیه می‌دهد که در وقت ساختمان باید چند قاعده رعایت کرده شود. یگانه توصیه ما این میور هم در وقت لایکشی هم در وقت ساختمان رعایت کردن در کار. وقتی ساختمان با البته خود صفت ساختمان استفاده برای مسئله ساختمانی خوب صفت، اجرای کارهای ساختمانی در سطح لازمه صفتناک باید اجرا کنند. اگر این چیزا رعایت کرده شوند، البته با زمینجویی تاب‌آوری بنا انشاءاتی که در تاجیکستان ساخته میشن تامین میباشند. هنوز معلوم نیست که اطمینان کمیته ساختمان درباره بی‌خطر بودن بناهای نوبنیاد در کشور تا کجا نگرانی‌ها را کم می‌کند. متخصصان به نظارت جدی در این سمت تاکید می‌کنند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.